جوان عزیز من، وقت صبح از خواب بیدار میشوی، میبینی که هنوز زنده هستی، میبینی که هنوز زنده هستی. حتی یک بار هم نمیگویی الحمدلله، در حالی که بسیاری ها خوابیدن دیگر بیدار نشدن. 20,000 نفر در ترکیه خوابیده بود، زلزله آمد هنوز بیدار نشدن که از این دنیا رفتن. چند ماه نگذشت در همین سالن بسیاری ها در موتر خوابیده بودند که آتش آمد، دیگر این دنیای زیبا را ندیدن، داخل آتش فریاد زدن و شهید شدن رفتن. در این شهرهای افغانستان همین سالی که گذشت سیلاب آمد، شما به یاد دارین 1,000 خانمان را بی خانمان کرد و بیشتر از 1,000 نفر پیش از نماز صبح در زیر خانه هایشان